سلام، شب و روزتون بخیر و نیکی. تاریخ 5/1/1404 یادداشت دوم. امروز اگر پرده رو نکشیدم چون نور مستقیما میخوره تو لنز دوربین و کیفیت رو خیلی میاره پایین، به خاطر همین امروز متاسفانه دیگه ویو آسمون رو نداریم. روزهای ابتدایی عید به سرعت برق و باد در حال گذشتن است و من باورم نمیشه که امروز 5 روز هست که از عید میگذره. خیلی وقتا نمیدونم زمان حال را دریابم یا زمان حال را صرف آینده کنم. نمیدونم در حال زندگی کنم و یا برنامه‌هایی بگذارم تا به موفقیت‌های آینده برسم. نمیدونم الان کتاب بخونم یا پروژه‌ای که 1 ماه دیگه باید تحویل بدهم روی آن کار کنم. نمیدونم الان با دوستام بیرون برم و خوش بگذرونم یا اینکه بشینم و مقاله‌ای را ترجمه کنم و بخونم. رسیدم به این تعادل هنوزم که هنوزه برام آسون نیست. ولی با این همه نمیدونم ها و چراهایی که هر روز و هر ثانیه از ذهن همه انسان‌ها میگذره، برای من انسان بودن هنوزم جالبه. فرض کن موجودی 2 پا با 2 دست با ذهنی پیچیده که هنوزم که هنوزه دانشمندان و محققان نمیتونن از چگونه کار کرده اون سر در بیارن، داریم کنار هم زندگی میکنیم. با همدیگه حرف میزنیم، میخندیم، رفاقت و دوستی های پایدار ایجاد میکنیم. در زندگی و روابطمون شکست میخوریم و باز میخندیم. افسرده میشیم، بالا پایین زندگی را با پوست و جونمون حس میکنیم و گاهی کارد به مغز استخوانمان میرسد ولی باز زندگی میکنیم. چه بسا افراد زیادی هستند که در این بالا پایین زندگی از کنارمان روند که میروند، آنهایی که روزی جانمان به جانشان بند بود. با کوچکترین اشک آنها قلبمان میلرزید و این اصلا عجیب نیست. پذیرش این که روزی ممکن است عزیزترین فرد تو دیگر کنارت نباشد خیلی سخته، خیلی. ولی من قبول کردم و توانستم کنار بیام. ممکن است هر فردی روزی کنارمان نباشد، چه آن فرد دشمنمان و چه آن فرد دوستمان باشد، و از او تنها مشتی خاطره مچاله شده در گوشه قلبمان باقی میماند و آن خاطرات برای همیشه دفن خواهند شد. خاطراتی که روزی با بهترین انسان‌های زندگیمان می‌سازیم، همان خاطراتی هستند که صدای خنده‌هایمان با به یاد آوردن آن خاطرات تا آسمان می‌روند. ولی یادمان باشد خاطرات خوب همیشه خوب خواهند ماند، حتی اگر آن فردی که با او این خاطرات را ساختیم دیگر کنارمان نباشد یا شاید هم تبدیل به دشمنی خونین برای ما شده باشد. حواست هست که ما همیشه و بهتر بگم بیشتر اوقات از زمان حال برای ساخت آینده و رسیدن به موفقیت‌های بزرگ و کوچک استفاده می‌کنیم. ولی حال چه می‌شود؟ زمان حال چه می‌شود؟ و واقعاً چه بلایی سر زمان حال می‌آید؟ آیا اینکه ما بیشتر زمان اکنون و حال را برای ساخت آینده اختصاص می‌دهیم کار درستی است؟ نمی‌دانم. آیا بهتر نیست خود را در اکنون غرق کنیم؟ نمی‌دانم. اگر زمان حال بگذرد و این آخرین زمان ما باشد، در صورتی که ما هیچ استفاده‌ای از آن نکردیم، افسوس این را نمی‌خوریم که هیچ کاری برای خوشحال کردن خودمان در زمان حال نکردیم؟ نمی‌دانم. هزاران سوالی که ذهن را درگیر می‌کند برای اینکه واقعاً باید چه کنیم خیلی عجیبه، و هزار پاسخی که برای هر سوال به ذهنمان میرسد عجیب‌تر. ولی با وجود این همه نمیدانم و این همه سوال و جواب در مغزم، از یک موضوعی مطمئنم: زندگی چه در زمان حال و چه در زمان آینده باید تو را خوشحال کند. اگر واقعا فکر میکنی وقت گذاشتن برای زمان حال تو را آدم بهتری میکند، چرا که نه؟ و اگر میبینی اگر زمان حالت را برای آینده و ساخت آن خرج کنی تو را انسان شادابتر و خنده‌روتر میکند و به یک همچین انسانی تبدیل میشوی،
چرا که نه؟ اما به نظرم شاد بودن هم باید هدفمند باشد. شاد بودن بیهوده و از سر دلخوشی، و بهتر است بگویم از سر دلخوشی های بیهوده، تو را به سرمنزل مقصود نمیرساند. چه شاد بودن های لحظه‌ای که گذشتند و جز پشیمانی چیزی به همراه نداشت. شاد بودن باید روح تو را جلا دهد، روحی که قرار است به هدفی والاتر و زندگی بهتر نزدیک شود. من میدانم که این روح دست من امانت است و نیازمند مراقبت هر دقیقه و هر ثانیه من است. مراقبت از روح واقعا کار آسانی نیست و این را همه میدانند. اما بسیاری از افراد برای انکار این موضوع دست به انجام کارهایی میزنند که تنها برایشان شادی‌های لحظه‌ای به ارمغان می‌آورد و این واقعا غم انگیز است. این را می‌دانیم که زندگی هر فردی به خودش ارتباط دارد و حتی نظر دادن در مورد زندگی دیگران هم کار شایسته‌ای نیست و ما تنها مسئول و عهده‌دار زندگی و کارهای خودمان هستیم. دوست دارم با نوشتن و پرداختن به موضوعات مختلف از عهده و مسئولیت این زندگی و کارهایی که بر دوش ما گذاشتند به خوبی بر بیاییم. من فکر می‌کنم نوشتن یکی از بهترین راه‌هایی است که ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم تا زندگی بهتر، مفیدتر و در نهایت شادتری را با هم بسازیم. چنل یادداشت تنها یک یادداشت نیست. 5/1/1404